برفی آمد. آقایون بچه های مسلمان یک تبصره بیارین که آقا از عرق دیگه ما نخوریم بابا. داغون شدم. آقا بذار من یه صحبتی با شما سریع بکنم. اوه چقدر سرد خورد. اون خانومه داره میره اونجا. اونا آقا اینترنت بیرون تخمی شد. وایس چی صحبت کسوشر دیشب میکردم من. چی بود صحبت؟ الان داشتم お仕事お疲れ様。疲れたの？じゃあ今日もいっぱい甘い。 ماجرای یه کسر یادم اومد یه سال پیش. من بی احترامی نمی کنم، فقط ننش میگم حال ندارم بلند شم. بدن من درد میکنه، گردن و مردن و خواهیه و کون و کمر و هرچی رو توی دنیا